درود به عشقای من چه دارمتون خوش اومدین تو ویدیوی من. امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون بیاد. هر جا که هستین سلامت باشین. آقا یه اتچمنت گاد آوردم واسه شما واسه مولتی. امیدوارم از این اتچمنت خیلی خیلی خوشتون بیاد. صبح یادتون نره. آره دیگه صبح یادتون نره کامنت انگلیسی هم یادتون نره حتما کامنت انگلیسی هم بذارین. هم من پیشرفت میکنم هم چنل خودتون دیگه، چنل خودتون. هر اتچمنتی که میخوایم به من بگین من واسه شما میذارم. واسه شما عشقا ستونای گنگ. اینجا این مچ کلام بات بود. حالا مچ دوم حالا با رفیقم دوئل میرم، اونم انقدر میزنمش فشاری میشه نایف میکنه. خدا. آره دیگه بچه بریم ویدیوی قبلی هم ببینین. اونم یه اتچمنت کد گذاشتم، اونم خیلی خوبه واسه مولتینا دوئلینا میرین، خیلی به دردتون میخوره بچه. این البته این گم واسه دورزن خیلی خوب میزنه. ببین من ستاش زدم، دورزن خیلی خوب میزنه بچه، ولی از نزدیک احتمالش هست یارو شما رو بزنه. خب احتمالش هست بچه، ولی از دور خیلی قشنگ میزنه بچه. اصلا یارو به یارو فرصت نمیدی یه دقیقه مومنت اینا بزنه. خب اصلا به یارو فرصت نمیدی که مومنت اینا بزنه. اصلا به ایمتون گرفت روشون تمام. صلواتو بفرست ایمت گرفت روش تمامه. اصلا به یارو فرصت نمیده بچه، اصلا به یارو فرصت نمیده. این میاد میزنمش اصلا بهش فرصت نمیدم بچه. اینجا من نایف میکنه. نایف نه البته بوکسش چی هست اون چیز. آره از اونا من میزنم. فشاریه دیگه، فشاریه. بچه من هر شب دارم با شما ویدیو میذارم. ادیتور رو خودم دارم میزنم، تومنیل اینا رو خودم دارم میزنم. یه حمایت کوچیک ازم بکنید ما هم بریم بالا با کمک شما ستونا عشقای من. خب آره دیگه بچه. خب اینم اینجا داشت منو میزد بچه. دیدم اینجا خیلی پایین بود، یه دو مومنت زدم گرفتم روش. ما ببین میگیری روش بچه، یه میس بدی بلی باز بچه بگیری روش میمیره. خب اصلا فرصت نمیده بهش بچه، اصلا فرصت نمیده اصلا. ببین این میخواست فرار کنه از این بک منو بزنه، منم نمیذاشتم. گفتم نمیری دیگه داداش، نمیری یعنی چی. اینم اتچمنت بچه، دم از این اتچمنت خیلی خیلی عشق کنید. ساب یادتون نره، لایک هم بزنید. یوتیوب داره لایکینا رو همش داره میاد پایین، لایکینا و کامنت و اینا. ساب اینا بچه من سابم 20 خورده بود الان شد 18 تا، یعنی منطقی نیست دیگه دوتاش مینداز. خیلی عشقین. ساب یادتون نره. خدا